بچه‌های عزیز، من مریم هستم. عنوان داستان این هفته نبرد خاموش. آیه حفظی از کتاب مزامیر باب 133 آیه 1. اینک چه خوش و چه دلپسند است که برادران به یک دلی با هم به سر برند. پیام داستان این هفته: در خانواده خدا همه ما با هم کار می‌کنیم. آیا تا به حال آنقدر هیجان زده شدی که نتوانی بخوابی؟ یا هیچ وقت پیش آمده که در یک روز خیلی خاص خیلی زودتر از معمول از خواب بیدار شوی؟ احتمالاً روزی که لشکر اسرائیل برای نخستین بار به دور شهر اریحا جمع شدند، آنان دقیقاً همین حس را داشتند. پیش از طلوع آفتاب سربازان و کاهنان بنی اسرائیل از خواب برخاستند. پس از خوردن یک صبحانه سریع، سربازان زره جنگ پوشیدند و خیلی زود پشت سر صندوقچه عهد خداوند صف بستند. 4 کاهن با ردای سفید و پاک آماده شدند تا تیرهای حامل صندوقچه عهد را به دوش بگیرند. وقتی یوشع رهبر قوم اسرائیل ظاهر شد، همه را تشویق کرد و گفت: تا لحظه ای که به شما فرمان فریاد زدن ندادم، فریاد جنگ سر ندهید. صدایتان را بلند نکنید و هیچ کلمه‌ای نگویید. فریاد جنگ همیشه به سربازان دل و جرأت میداد و دشمن را میترساند، اما یوشع میخواست که آنان تنها به خدا تکیه کنند. بنابراین طولی نکشید که صف طولانی لشکریان به راه افتاد. گروه کوچکی از سربازان مسلح در پیشاپیش راه میرفتند، در حالی که پشت سرشان 7 کاهن بودند که در شیپورهای ساخته شده از شاخ قوچشان می‌دمیدند. پشت آنان 4 کاهن دیگر صندوق عهد خدا را حمل می‌کردند. پشت سر آنان بقیه لشکریان از پی آنان می‌آمدند. وقتی اسرائیل به اریحا نزدیک شد، دیدند که دروازه‌های شهر محکم بسته شده و سربازان دشمن بر فراز دیوارها صف کشیدند و آماده نبردند. اما پیش از رسیدن به دیوار، بنی اسرائیل مسیرشان را کج کردند و شروع به گردش دور تا دور شهر نمودند. هرگاه کاهنان برای چند لحظه از دمیدن شیپورها دست می‌کشیدند، تنها صدای گام‌های صدها نفر به گوش می‌رسید. کاروان اسرائیل سر تا سر خارج از شهر دور زد تا سپس به اردوگاه بازگشت. سربازان بر بالای دیوارها با حیرت به یکدیگر نگاه می‌کردند و می‌گفتند: اینجا چه خبر است؟ آنها چه کار می‌کنند؟ چرا رفتند؟ روز بعد همان صف دوباره از اردوگاه خارج شد و به سوی اریحا رفت. نخست سربازان، سپس 7 کاهن با شیپور، بعد کاهنانی که صندوق را حمل می‌کردند و در آخر بقیه لشکریان. شیپورها به صدا در آمدند، سربازان در سکوت پیش می‌رفتند. هیچ کس چیزی نمی گفت، اما هر سرباز می دانست که با همین سکوت و راه رفتن در پیروزی سهیم است. آنان دوباره اطراف دیوارهای شهر را یک دور گشتند و به اردوگاه بازگشتند، در حالی که اهالی اریحا مات و مبهوت بودند و با خود می گفتند: این دیگر چه نوع نبردی است؟ به همین ترتیب در روز 3، 4، 5 و 6 نیز تکرار شد، به گونه‌ای که اهالی درون شهر از این انتظار طولانی خسته شدند. در روز 7 با طلوع خورشید لشکریان و کاهنان بار دیگر صف بستند و از اردوگاه خارج شدند. دیوارهای شهر بزرگ دوباره پر از سرباز شد. کاروان اسرائیلیان یک بار دیگر به دور تا دور دیوار شهر دور زدند، اما این بار به اردوگاه باز نگشتند، بلکه برای بار 2، 3، 4، 5 و 6، در نهایت 7مین بار به دور شهر چرخیدند. سپس کاروان ایستاد و کاهنان شیپورها را بر لب نهادند و صدایی نیرومند نواختند: یوشع فریاد زد: فریاد بزنید، زیرا خداوند شهر را به شما سپرده است.
سربازان با تمام نیرو فریاد کشیدند. در همان لحظه اتفاقی رخ داد که هیچ کس انتظارش را نداشت. امری که به ظاهر کاملا ناممکن بود. با غرش مهیبی دیوارهای اریحا فرو ریخت. اسرائیلیان به درون شهر یورش بردند و آن را تصرف کردند و این گونه بود که خداوند اریحا را به دست اسرائیلیان تسلیم کرد. زیرا پیروزی از آن خدا بود، اما بنی اسرائیل نیز سهم خود را ادا کرد، چرا که مطابق فرمان یوشع یک دل و یک صدا عمل کردند.